سلام عزیزایم، انشالله که جور صحتمند باشین. دیگه امروز خواستم یک پکوره آماده کنم. دیگه اینی زردک، این مرچ مساله، مرچ سیاه، نمک، مرچ سرخ، زیره دیگ، زردچوبه، نمک، این کچالوی رنده شده همراه پیاز، این هم پالک، این مرچ تازه همراه سیر، این هم گشنیز خرد شده همراه نش پیاز، این هم آرد عزیزم. سامیه را کلش یک جا مخلوط میکنیم. زردک هر کس نمیندازه در پکوره، ولی من انداختم، گفتم باش که طعمش خوبی شوه، ترکاریست دیگه، مفید است. این مرچ سیر، نش پیاز و گشنیز. عزیزان اینجا گشنیز نیست، یک قسم بددونیس است مثل گشنیز، اما فرق میکنه، مزهش فرق داره. گشنیز باشه خوبتر است، ولی گشنیز نیست اینجا دیگه. چاشت شب که میشه میگیم چه غذا آماده کنیم به شب. چاشت که میشه همونطور میگیم چه غذا آماده کنیم به چاشت. این همه تو چرت میزنیم. ما امروز گفتم چی پخته کنم امروز در چاشت. باز یاد ما آمد، گفتم بیا یادی از رمضان بخیر. همیشه که رمضان باشه باز ما شما هوسانه زیادتر آماده میکنیم. بولانی، پکوره، این چیزا. امروز گفتم بیا که به یاد رمضان بخیر یک پکوره آماده کنیم. بسیار خوب است، آسان است. خب زود تیار میشه. آرد بریزیم یک کمی. او هیچ نم دختن عزیزان، دیدین خود او نمیندازیم هیچ. کچالو خودش او جدا میکنه. این رخت خوب مخلوط کردیم موادارم. باز در یخچال میمونیم برای یک 20 دقیقه. بعد از اون سرخ میکنیم برای آردش کم شد. بکنج پودر هم میندازیم، از یادم رفته یک قاشق بکنج پودر باید بندازیم تا که کسی نیست عزیزان که کامرا ویدیو بگیره. ما خودم هم ویدیو رو روشن کردیم، کامرا رو هم خودم مواد رو مخلوط دارم.
با معذرت اگر ویدیو صحیح نمی آید درست. انشالله کم کم صحیح میشه بخیر همه چیز. این حالی را مدتی 20 دقیقه میمانیم در یخچال تا که اخته شوه کمکی. این دوستای عزیز پکوری ما آماده شد. بسیار مزه داره. ما یکم نوش جان کردیم. بسیار مزه داره. فیدنی هم آماده کرده بودم. این حالا بریم نوش جان کنیم بخیر. پر از دلتان. تشکر عزیزان. وقت خوش. خدا خیر.